مرحله پیش آمد که اون نقاطی که ما در داخل عراق بودیم و مهمم بود، مثل جزایر مجنون یا فاو و جاهای دیگری بود که خوبی هم گرفته بودیم، عراقی ها پس گرفتن. اولین کسی که به من خبر داد که وضع فاو بحرانی است، خدا رحمت کنه، شهید ستاری بود. صبح زود بود، شاید ساعت مثلا 6 صبح، 5 و نیم 6 صبح بود، به من زنگ زد، گفت شما از فاو خبر داری؟ گفتم نه. گفت وضع فاو خیلی بده. گفتم چطور؟ اصلا با باورمون نمیشد. گفت که سپاه از ما بمباران خواسته، ما بمباران شروع کردیم و الان اردستانی، شهید اردستانی، از بمباران برگشته با من صحبت کرده، گفته فاو داره سقوط میکنه. من همون وقت تماس گرفتم با آقای هاشمی. گفتم آقای هاشمی وضع فاو خیلی بحرانیه. گفت کی به شما گفته؟ گفتم نیرو هوایی میگه. گفت امکان نداره این خبر درست است. نیم ساعت با من تماس گرفت، شاید مثلا حدود 7 بود، با من تماس گرفت و گفت اون خبر دروغ بودا. گفتم چطور؟ گفت من الان با آقای رضایی صحبت کردم. گفت نه خیر، هیچ خبری نیست فاو. خب معلومه تو تلفن وقتی از من سوال میشه که الان داره فاو سقوط میکنه، من بگم که آره سقوط میکنه، وضع ما خیلی خرابه و همه چیز در به داغونه، که آدم که هیچ وقت تو صحنه جنگ این چیزی نمیگه، قاطعا میگه که نخیر شما مطمئن باش. حتی این جمله رو آقای هاشمی به من گفت آقای رضایی گفته که فاو فقط با بمب اتم ممکنه سقوط کنه. این قاعدتا به خاطر تخریب روحیه طرف مقابل ما این کارو بکار، چون اونا روش شنودای بیستیمای ما بودند. ساعت 8 شد، آقای ستاری به من گفت که خط اول فاو سقوط کرده. گفتم چطور؟ گفت سپاه به ما گفته خط اول برید بمباران کنید و ما داریم خط اول بمباران میکنیم، خط اولی که دست ما بوده تا دیروز، داریم اونجا رو بمب بزنیم. من زنگ زدم با آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی خط اول فاو سقوط کرد. گفت من بهت میگم این خبرها دروغه، تو گوش نکن. اگه دروغه کی؟ گفتن قنبری بده به راست. اولین باری که آقای هاشمی با من صحبت کرد گفت آره مثل که خبرایی هست، بعد از ساعت 9 بود، 9 و نیم ایشون زنگ زد گفت آره مثل که فاو. گفتم آقا من به شما گفتم صبح داره سقوط میکنه. اصلا کسی باورش نمی آمد، تو شوک رفته بودن همه، کسی باورش نمی آمد که فاو سقوط کنه. سقوط فاو یک دومینی بود، یعنی یه حرکتی بود که پشت اون حرکت‌های بعدی رو آورد. سقوط فاو به معنی یک ضربه اساسی به روحیه رزمندگان بود به اعتقاد من. اصلا خود فاو مهم نبود که سقوط کرده، اون که مهم بود روحیه رو شکوند. اون چند نقطه‌ای که پس گرفتن هم به عراقی‌ها روحیه داده بود که اونا میتونن بجنگن، هم به نیروهای ما یه قدری آسیب روحی رسیده بود. درسته ما میگیم اسلحه داشت عراق، اینا همه مؤثره، پشتیبانی سیاسی داشت، درسته، بهش پول میدادن، امکانات میدادن، همه اینا درسته. اصل روحیه است. روحیه هر طرف باقی بمونه پیروز جنگه و هر که روحیه ببازه شکست خورده.